گاهی فکر میکنی طرف مقابل عاشقته، اما نکنه فقط از توجهی که بهش میدی خوشش میاد و اون موقع است که همه چی قشنگ شروع میشه. پیام ها، توجه، ابراز علاقه و محبت. اما یه جاهایی یه چیزهایی با هم فرق داره، به هم نمیخوره. اینکه آیا اون واقعا عاشقته یا فقط از اینکه یکی دوستش داره لذت میبره. کسی که فقط به دنبال توجهه، وقتی که تو سردی اون گرمه، یعنی هرچی فاصلت رو کمتر میکنی اون نزدیکتر بهت میشه و بالعکسش. وقتی خودش حوصله نداره، حوصلش سر میره پیداش میشه. وقتی شرایط سخت میشه غیبش میزنه، مرزهای تو رو نادیده میگیره و توقع داره که همیشه در دسترس باشی. اگر زمانی بهش بگی نه، ناراحت میشه و قهر میکنه باهات. به جای حل مشکل معمولاً دعوا را میندازه، دنبال مقصر میگرده، از تعهد تفره میره یا اینکه بحث رو عوض میکنه و به جاهای دیگه میکشونه. حالا کسی که واقعا دوستت داره چه کار میکنه؟ برات وقت میذاره، نه اینکه فقط پیام بده. کنجکاوه که تو رو بشناسه. وقتی شک میکنی سعی میکنه برات شفاف سازی کنه تا اون افکاری که ذهن تو رو درگیر و مشغول خودش کرده رو آزاد کنه از ذهنت و به یه آرامش خاطری برسونه تو رو. وقتی حالت بده بیشتر حواسش رو جمع میکنه، مرزهای تو رو درک میکنه. وقتی که حالت بده همچنان کنارت میمونه تا حالت خوب بشه. این اطمینان خاطر رو بهت میده که من کنارت هستم. زمانی هم که اشتباه میکنه مسئولیت اشتباهش رو میپذیره و سعی نمیکنه که بندازه گردن تو و گردن دیگران. خوشحالیت براش مهمه، نه اینکه فقط فکر خوشگذرونی خودش باشه. و از همه مهمتر تو رو همون جور که هستی دوست داره و میپذیره و نمیخواد که تو رو عوض کنه. مثلا دیدیم بعضی وقتا میگن که خب این طرف مقابل من، شخصی که میخوام باهاش وارد رابطه بشم، این ویژگی ها رو داره، حالا اشکال نداره، به مرور عوضش میکنم، درست میشه، عوض میشه، تغییر میکنه. یکی که آدما تغییر نمیکنن و دومی که اگر میخوایم که حال دلمون خوب باشه باید طرف مقابل رو همونطور که هست بپذیریم و دوستش داشته باشیم. یه پکیج کاملیه که توش همه چی هست و ما با توجه به اون شرایط و علم به این که این شخص این ویژگی ها و این رفتارها رو داره همونطور میپسندیم و میپذیریمش. پس وقتی با یه نفر وارد رابطه میشی و رفتارهای عاشقانه ازش میبینی، لزوما این نیست که عاشقته و بهت خیلی علاقه داره. به معنای در واقع علاقه و عشق واقعی نیست. یه وقتایی رفتار محبت آمیزی توی رابطه که باشه میتونیم بهش بگیم اعتیاد به توجه، یعنی فقط از توجه خوشش اومده اون شخص. بعضیا قشنگ بلدن دوست داشتن رو و اینکه میدونن چطور باید بازی کنن و نقش اون دوست داشتن رو به خوبی ایفا میکنن، ولی بلد نیستن که واقعا دوست داشته باشن. و این خیلی مهمه که افراد دوست داشتن واقعی رو بلد باشن و نقش بازی نکنن و نخوان که طرف مقابلشون رو تغییر بدن و اون رو همونطور که هست بپذیرن. دلهاتون آکنده از مهر.